سلام، من رضایی هستم. به پادکست من خوش آمدین. در این پادکست میخوام در مورد نوردرمانی به وسیله LED ها یا Light Emitting Diode با شما صحبت کنم. نوردرمانی میتواند بیماری‌ها و نگرانی‌های پوستی مختلف را مانند آکنه، خطوط ریز، پسوریازیس را درمان کند. این در انواع مختلفی از جمله درمان با LED نور قرمز و درمان LED نور آبی وجود دارد که گاهی اوقات به صورت ترکیبی استفاده می‌شود. اما نوردرمانی چیست و چگونه شروع شده است این صنعت؟ نوردرمانی LED یک روش درمانی غیر تهاجمی است که نور برای بهبود عوارض پوست و ورود به لایه‌های پوست طراحی شده است. در دهه 1990 ناسا شروع به مطالعه اثرات LED در ارتقاء بهبود زخم در فضانوردان از طریق کمک به رشد سلول‌ها و بافت‌ها کرد و امروزه متخصصان پوست و زیبایی معمولاً از نوردرمانی LED برای درمان طیف وسیعی از مشکلات پوستی استفاده می‌کنند. متخصصان پوست اغلب از نوردرمانی LED همراه با سایر روش‌های درمانی مانند کرم‌ها، پمادها و غیره استفاده می‌کنند تا نتیجه بهتری را دریافت کنند. اخیراً متخصصین با کمک نوردرمانی روند درمان بیماری‌ها را سرعت بخشیده یا بدون استفاده از داروها به بهبود پوست کمک می‌کنند. از جمله بیماری‌هایی مانند اگزما، ریزش مو، آکنه خفیف تا متوسط، پسوریازیس، لکه‌های خشن پوسته و پیش سرطانی روی پوست یعنی کراتوز اکتینیک، روزاسه، آسیب زخم خورشیدی و چین و چروک. در برخی موارد نوردرمانی LED ممکن است کارسینوم سلول بازال کوچک و سطحی یعنی BBC را درمان کند. اما نوردرمانی LED از طیف رنگ‌های متفاوتی استفاده می‌کند و هر طیف رنگ قدرت نفوذی در پوست دارد. مثلا نور آبی بالاترین لایه پوست شما را تاثیر می‌گذارد، نور زرد به عمق بیشتری نفوذ می‌کند، نور قرمز بیشتر به پوست شما می‌رسد و نور مادون قرمز تا اعماق پوست نفوذ می‌کند. و هر رنگ LED کار متفاوتی برای پوست شما انجام می‌دهد. کارشناسان معتقدند درمان با نور LED قرمز ممکن است التهاب را کاهش دهد و تولید کلاژن را تحریک کند. درمان با نور آبی LED ممکن است باکتری‌های مولد آکنه یعنی پی آکنه‌ها را از بین ببرد. در طول درمان متخصصان پوست ممکن است از ترکیب نورها برای درمان مشکل خاص شما استفاده کنند. دستگاه‌های خانگی نیز ممکن است رنگ‌ها را به صورت اتوماتیک با یکدیگر ترکیب کنند. اما یک سوال مهم که پرسیده شده این است که آیا LED ها واقعاً کار می‌کنند؟ تحقیقات نشان می‌دهد که نوردرمانی LED می‌تواند به کاهش و بهبود برخی از بیماری‌ها و مشکلات پوستی کمک کند. با این حال برای مشاهده بهبودی در پوست خود باید درمان‌های منظم داشته باشید. نوردرمانی LED در مراکز پزشکی از توان بیشتری نسبت به دستگاه‌های خانگی استفاده می‌کنند و این امر آن را مؤثرتر می‌کند. با ماسک‌های LED کوچک و سایر دستگاه‌های قابل حمل احتمالاً نتایج چشمگیر ضد پیری یا کاهش آکنه را نخواهید دید. اگرچه ممکن است بهبودهای ظریفی در ظاهر پوست خود را تجربه کنید. برای مشاهده مزایای قابل استفاده معمولاً نیاز به یک سری درمان با دستگاه‌های استاندارد دارید. ممکن است به مدت 1 ماه هر هفته به درمان نیاز داشته باشید، سپس برای تثبیت درمان ماهی 1 بار نیاز به مراجعه مجدد باشید. نوردرمانی LED یک درمان غیر تهاجمی و بدون درد است. در طول درمان ممکن است مقداری گرما احساس کنید اما احساس ناراحتی بیش از حد نخواهید داشت. برای اینکه بدانید کدام نورها میتواند چه عوارض پوستی را درمان کند، مدت درمان چگونه است و چه کسانی میتوانند از LED تراپی استفاده کنند و منع مصرف این دستگاه برای چه کسانی است، میتوانید به دایرکت اینستاگرام ما یا پیج تلگرام پیام دهید و برای ثبت نام در کلاس‌های آموزشی با ما مشاوره نمایید. از اینکه در این پادکست با من همراه بودید از شما سپاسگزارم.